یک کتابی هست به نام حیات الحیوان الکبری، 4 جلد است، از آن کمال الدین محمد ابن موسی دمیری سال 808 هجری از دنیا گذشته. سبحان الله، این کتاب زولوژی است. شاید در دنیا در علم زولوژی از این بهتر کتابی نوشته نشده است از جهتی پرمحتوا بودنش. ولی بعضی منکرات و بعضی خطاگی ها در کتاب است، لیکن مقصد مصنف جمع آوری بود. هر چیزی که آید همین حیوان است جمع آوری کردن. او کتاب با اسلوب معجم ترتیب دادن، فرهنگ. یعنی اول حرف الف می آید، هر حیوانی که با الف ابتدای اسمش شروع میشه در معجم الف ذکر کردن، بعد با، بعد همین گونه تا آخری الفبای عربی. با اسد شروع کردن، با شیر. سبحان الله، کتاب چنان پرمحتوا و عجایب هست که باور کنید اگر فرضها نداشته باشیم از سرش نمیخیزیم. حالا یگان روز به خاطر مورد اقلا یک حیوانی رو برایتون از این کتاب نقل کنم. وقتی که درباره یک حیوان سخن میکند از نگاه دنیویش بله میبیارد و از نگاه دینیش همین حیوان در قرآن ذکر شده است یا نه و علاقش به قرآن چی است یا به حدیث، هر حدیثی که آیدی همین حیوان آمده است یا اقوال علما از 4 مذهب، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد و دیگر علماها درباره حیوان، اگر حتی وقتی که درباره طاووس، درباره پرنده طاووس نوشتند، آیدی طاووس ابن کیسان هم خیلی صحبت کردن. یعنی هر چیزی که به همین حیوان یا پرنده علاقمندی دارد میبیارن. بسیار این درباره شیر در ابتدایش نوشتن. سبحان الله، عجایب یک خصلت های نیکی شیر را آوردن. مثلا میگویند که شیر تا مادامی که گرسنه نماند نمیخورد. این صفت خوب است، این به سلامتی هم فایده دارد و تا انسان گرسنه نماند باید نخورد. و این چنین وقتی که خورد، از شکارش که خورد، سیر که کرد، باقی ماندهش ترک میکرد است. بعضی انسان‌های گرسنه ذخیره میکنند و کسی نمیدهند. چیزی که از خودشان اضافگی کرد بخیلی میکنند. چشم گرسنگی در وجود آنها هست. بعد بالاخره میبینید که همون چیزا ویران شده است، پوسیده است، بعد میپرتایند. چون که آنها به سخاوت و به کرم به دست کشاد آمیخته نیستند، عادت نکردند. اونها فقط با مقصد ذخیره و چشم گرسنگی ذخیره میکنن. در زندان هم خیلی آدم ها بودن. بعد روزی میشد اون چیزی که گنده شد برآورده میپرتافتن. اون پرتاوگاه در حضور مردم بود. مردم کمبغل هم میدیدن. مردم کمبغل میبینند افسوس میخورند که همین چیز به ما نداد در وقت صحت بودنش. شیر وقتی که سیر کرد باقی ماندهش میگذاشت از برای دیگرها و دیگر به همین طعامش بر نمیگشت است. و وقتی که یک اعرابی یا بادیه نشین بعد اینکه زنش را با خیانت دستگیر میکند طلاق میدهد و ملامت کرده میشد که برای چی طلاق دادی؟ مقصد فرزندها داشتی، باید عفو میکردی و چشم میپوشیدی از این خیانتش. بعد همین یک بیت را میآورد که و اذا كثر الذباب على طعام رفعت یدی و نفسی تشتهیه. اگر پشه ها به یک طعام زیاد شود من دستم میبردارم، اگرچه نفسم همین را میخواهد. پشه که مقصد به جایهای افلاس نشسته است، با آمده به این طعام می نشیند. یعنی آدم هایی که قلبش نازک است دستش میبردارد از این طعام، اگرچه اشتها دارد، خواهش دارد. و تجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. و در دوامش میگن که شیرها به آن آب وارد نمیشود است، از آن آب نمی نوشید است که سگها نوشیده باشند.
سگ اگر از یک جای آب نوشیده باشه همونجا دیگه شیرها آب نمی نوشیدن. همچون بالا گرفتن خیش از سگ، حتی یکی از پادشاه ها را نقل میکنن که در بالای بامش میبرید و یک دختری خوشرو را میبیند، در حال میپرسد که این کی است؟ میگن که این زنی فلان غلامت است، زنی فلان خدمتگارت است. بعد در حال غلام فریاد میکند و یک مکتوب میدهد و میگوید که اینو برده به فلان کشور میرسانی. اونم میرد به خانهش، شبانه زیر بالش میماند و خواب میکند و سحر خسته به سفر میبراید. وقتی که میبیند که به سفر برآمد، در حال پادشاه به خانه اون غلام میبیاد تا اینکه به زنش عملی زیشت کنه. بعد وقتی که در را میکوبد، زنش میگوید که کیستی؟ میگوید پادشاهی شوهرت هستم. بعد میگوید که خوب نکردی که آمدی، لیکن خیلی پادشاه که از دیگه در را میکشاید و مقصدی بدش را میفهمد و همین عباره را میگوید که شیر، یعنی از آنجایی که سگ آب نوشیده است نمی نوشد. که پادشاه به این سخن بسیار تاثیر میکند و برمیگردد. خلاصه قصه دراز است. یعنی بسیار از صفت‌های، مثلا یکی از صفت‌های بزرگ شیر این ناترسیش. اگرچه در بین حیواناتی هستند که در قوت و در وزن از شیر با قوت‌تر هستند، ولی آن دل و گرده و آن شجاعتی که شیر دارد اونا ندارند. و این چنین حضرت حمزه را ذکر کردند که پیامبر صلی الله علیه وسلم شیر الله گفتند و به شیر مانند کردند. و خلاصه قصه های دراز. شاید یگان روز یه نقلی از این کتاب برای شما کنیم یا که کتاب را مختصر کنیم. بسیار کتاب خوب است. حتی به زبان انگلیسی و به زبان فرانسوی ترجمه کردند. در دانشگاه های اروپا این کتاب را به زبان های خود درس میدهند، معلم های زولوژی علل خصوص. یعنی حتی شما زولوژی خوانیدم ایمانتان به الله تعالی بلند میشد. برای چی؟ برای آنکه آخر چخیلی که ابوبکر بیهقی در شعب ایمان آوردن و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، در تمام مخلوقات علامت است که دلالت به یگانگی الله میکند. وقتی که به مخلوق نظر میکنید، بنابراین الله تعالی در قرآن یه سوره رو به نام نمل مانده است، مورچه ها. یه سوره رو به نام زنبور عسل مانده است. ببینه یه مخلوق حشرات است، مخلوق خرد است. یه سوره رو به نام تارتانک مانده است، سوره عنکبوت. و در قرآن ذکری پشه خاموشک و پشه وجود دارد. الله تعالی ضرب المثل زد از به آنها. و فی کل شیء له آیه، در همه چیز آیت هست، علامت هست. تدل علی انه واحد، اون علامت ها دلالت میکند که الله تعالی ذات یگانه هست. خلاصه وقتی که به یک مخلوق الله تعالی نظر میکنید، بنابراین الله تعالی امرم کرده است افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یا مراتب نظر نمی کنند به شتر چگونه آفرید، چگونه شتر آفریده شده است. اون وقتی که به ساخت مخلوقات و به آن خصلت هایی که آنها دارا هست نظر میکنید، تعجب میکنید. این یک مثال علمی اگر زالاگی را گیریم، از این بهتر علم طب و فی انفسکم افلا تبصرون. الله تعالی میگه که یا مراتب به خودتان نظر نمیکنید، شما به خود جسم شما چگونه این اعضاها آفریده شده است.